زن یک شوهر داره، یک شوهر. اون مأمور است که فقط از شوهرش اطاعت بکند. ولی در بسیاری از زندگی ما میبینیم که طرف جوان زنش آورده به خانه، خود زن میگه تنها کسی که در مورد صلاحیت نداره شوهرم است. برادر شوهر جدا فرمان میده، خواهر شوهر جدا فرمان میده، کاکا جدا فرمان میده، ماما جدا مداخله داره، خاله جدا مداخله داره، عمه جدا مداخله داره. خسور و خشوع و خیر اینا خب به اصطلاح سرقوای علای مسلح است. ما میگیم بیایم حداقل کوشش کنیم که در زندگی خوش باش، همو حد و مرزها را رعایت بکنیم. اینمو دینی که نمی جایگاه را بری پدر و مادر داده، پدر و مادر پدر و مادر ساخته، همو دین نمی جایگاه را بری نمو پسر داده و بری همسرش داده. همو دین داده، دیگه کسی نداده. مثل که ما بارها یک مثال در برنامه هم دادم که ما مسلمان ها یک عجیب مردمی هستیم. ازدواج برای خود مایه فخر میدانیم، طلاق مایه ننگ و شرم و ساری میدانیم، در حالی که هر دو حکم یک خداوند است، حکم یک خالق است. همو خالقی که جایگاه والدین رو بیان کرده، همو خالق نمی صلاحیت و امتیاز بری پسر شما و بری همسرش داده. حق داده برشان که مستقل زندگی بکنن. چرا باید برشان اجازه ندیم که مستقلانه زندگی بکنن؟